ترس واکنش غریزی بشر به هر چیزی که ازش شناختی نداره. ما حق داریم به ترسیم ولی حق نداریم برای ترسیدن نجنگیم. رسیدیم به بی‌رحم‌ترین چالش تهمتن، چالشی که نباید ازش ترسید، به منشور، چالشی که در آخرش باید با یکی از این دو ورزشکار خوبمون خداحافظی بکنیم. از قدیم گفتن تا 3 نشه بازی نشه. فرشید و حبیب برای بار سوم قرار به مصاف هم برن. رقابت قبلی رو چرخ آسیاب رو فرشید تونست از حبیب ببره. حبیب اما توی پرتگاه حسابی از خجالت فرشید در اومد و تونست بازی رو به تساوی بکشونه و تساوی یعنی منشور. بریم ببینیم در رقابت سومشون آیا کدومشون میتونن به زیگورات راه پیدا کنن. با ما همراه باشید. چالش قدرت و سرعت. در ابتدا ورزشکاران 2 لوله آهنی به وزن 150 کیلوگرم را به بیرون انداختند و در نهایت با کشیدن لوله طلایی و برخورد با صفحه چوبی پیروز این رقابت شد. رقابت فرشید و حبیب رو ببینیم در منشور. ببینیم لوله اول تقریبا مساوی، حبیب یکم جلوتر به کمک خود کی میاد برای رفتن به زیگورات. خیلی تونست خوب پیش بره. حبیب زودتر رسید به بله فرشید هم رسود خودشو. حبیب همچنان داره پیشاتی میکنه. همچنان داره میکشه. آفرین به حبیب. یکم حالا تمام حبیب امیری ماشاءالله کاکا میاد. عالی بودی. به تبریک. ماشاءالله عالی بودی. هستی ماشاءالله. تو بالاتر. خیلی خوب بود. مسابقه خوب بود. نفسی بود. ولی با دوی خیر دوستان بچهای باشگاه تونستم بزنم و آرزوی موفقیت و همه چی دارم برای رقیبم فرشید جون. برد و تقدیم میکنم به همشهری عزیزم شیرازی عزیز. ماشاءالله قربونتون. خسته نباشید. من هستم تا آخرش. بچه‌ها مرسی. والا واقعیتش نمیدونم چی شد. اصلا شوکه شدم. زدم میلارم. واقعا نمیدونم چی شد. به حریفم هم که از دوستای خوب هم هست تبریک میگم و براش آرزوی موفقیت دارم. هذا داعي عالي بيد عالي بيد جز زحمت متكشف تو اشتباهات نکردی. من یه چیزی که خیلی مثلا جالب بود دوستی و رفاقت بین شرکت کننده بود. امروز نهار و فرشید و با حبیب با هم خوردیم و دیدم چقدر به هم دیگه میرسن، چقدر به هم دیگه روحیه میدن و این من یاد گرفتم حقیقت ازشون و این واسه من بهترین چیزی که میتونم برداشت کنم، برداشت شخصی خودم. خب رقابت فرشید و حبیب رو دیدیم در منشور. دیدیم که منشور چطور تونست به کمک حبیب بیاد و با قدرت بدنی و سرعت فوق‌العاده‌ای که حبیب از خودش نشون داد در این چالش خودش رو به زیگورات رسوند. دقیقاً حبیب یه برگشت طلایی داشت به مسابقه تهمتن. چالش اول رو باخت، توی چالش دوم کار رو به تساوی کشون و در نهایت توی منشور هم برنده شد و ما مجبوریم که اینجا با فرشید عزیز خداحافظی بکنیم.
رقابت بسیار بسیار جذابی بود. حبیب سرعت فوق‌العاده‌ای داشت، قدرت فوق‌العاده‌ای داشت و در نهایت تونست برنده بشه و بره به زیگورات ما. قطعاً رقابت‌های جذاب و پرشوری رو در زیگورات خواهیم دید. با ما همراه باشید.